به کانال یوتیوب دادا خوش اومدید. من زهرا هستم، نوه حسن اختیار. من امیرحسینم، مال عمو حسن، همسر زهرا خانوم. کارای عمو حسن رو من انجام میدم. خودتو معرفی کن. منم بلاگادرم. خیلی خوشحال شدم که در جوار شما هستم. سلطان، میخوام امروز با زهرا باید یه چالش بگو. چه چالش؟ چه چالشی؟ چالش اینه که چالش حالت بازیگریه، تست بازیگریه. ببین موضوع اینه که زهرا دخترته، درسته. از تو درخواست یک موبایل میکنه. یا من مثلا پدرم این موبایل میخوام، این موبایل جدید میخوام، موبایلم قدیمی شده و اینا. شما تو اون جواب باید از خودت یه جمله بسازی بهش بگی، یعنی از فعل به داعی. آره. چیزی نوشتنی نیست، خود باید از خودت بسازی همون لحظه بگی. این از این. بعد که بهت میگه تو از خونه میزنی بیرون، مثلا میای تو پارک که میشینی مثلا میای سیگار میکشی و اینا. بعد من مثلا میام میگم پیش سلاممو چطوری چی شده و اینا، تو میشینی با من درد و دل میکنی. حالا درد و دلی که میکنی و دیگه باید باز خودت بگی، میخوای گریه کنی، میخوای بخندی، میخوای داد بزنی، هر کاری از خودت باید انجام بدی. درست. زهرا شروع کن. از خودت تو باید بسازی. بابا جونم. من گوشیم خیلی قدیمی شده. همه کسایی که دور و برم هستن گوشیاشون خیلی خوبه. من گوشی ندارم، میخوام که برام گوشیمو عوض کنی. خب مشکلی نداره، ولی الان برای من موقعیت ایجاد نمیکنه. بابا این چندمین باره که من دارم بهت میگم برای من آخه باید موقعیت رو بسنجی، ببینی من چه موقعیت دارم. من اون موقعیت همون که داشته باشم اصلا نیازی به این نیست که تو بخوای به من بگی. من چند بار بهت گفتم، این بار چندمیه که دارم ازت خواهش میکنم برای من یه گوشی من بخری. فکرش هستم، ولی هر جوری فعلا دارم جمع جورش میکنم ببینم مهیا نمیشه. اگه بتونم برات انجام میدم، این خاطر جمع باشه. من از ته دلم میخوام این کار رو انجام بدم، ولی فعلا یه مقدار مقدور نیست. یه مقدار دیگه صبر بکن، تحمل بکن. حتما چشم، ولی یه کاری نکن که اعصابمون به هم بخوره. حالا بذار یه فکری بکنم. یه چند تا از رفیق داریم، یه موقعی ما دستبالشون رو گرفتیم، حالا اقل کم خودمون دستبالشون رو بگیریم، ببینیم اونا میتونن دستبال ما رو بگیرن. یه زنگی بزنم برم بخور جور کنم دل این بچه هم نشکنه. اقل من دوست ندارم اینجوری باشه، ولی خب حالا چاره چیه دیگه. یه زنگی میزنم به چند تایی دیگه. الو، سلام، چطوری؟ حالا خوبه؟ قربون تو برم. خواستم به خواهشی ازت بکنم، یه مقدار درگیر شدم، اون دستبالم خالی شده. خواستم ببینم پول پله چیزی داری یه مقداری به هم برسونی تا کارمون راه بندازم. کی؟ نه بابا من الان میخواستم. بخوام صبر بکنم که دیگه خودم دارم صبر میکنم دیگه. من الان میخواستم. نشد یه دفعه اون یه حرفی بزنه به تو بگی باشه بابا، باشه. نخواستیم باشه، ولش کن. خداحافظ. یا هر کیم که رو میخوای بندازی جزی نیست که آدمو خجالت زده کنن فلان بکنن. جان سلام. خوبی؟ سلام. چطوری؟ مشتاق دیدار. چه خبر؟ دلم تنگ شده بود برات. فدات شم. تو فکرت بودم اتفاقا. منو نمیشناسی که یه بار دیگه. عمو جان سلام. خوبی؟ قربان شما. فدات شم. خیلی ممنون. تو فکری دیدم یه داری با خودت حرف میزنی، گفتم ببینم چی شده، چرا ناراحتی، تکری؟ بابا زندگی گاهی وقتا آخه چجوری برات بگم، زندگی آدمو یه وقتایی میپیچونه. چجوری بهت بگم، یه دختر تک دارم. الان یه درخواستی کرده از من، برای منم مقدور نیست. هر کاری میخوام بکنم این بعد مسائل فراهم بکنم جور نمیشه. من نمیدونم، به خاطر اون حالت خودم تو حال خودم. حالا تو هم که رسیدی به هم که درسته نمیشناسمت که. حالا میخوام درد دل باید بکنم، اومدم غم دلم واسط خالی بکنم. حالا موندم چیکار بکنم. تک دخترم هست، هیچ کارش هم نمیتونم بکنم. درخواست کرده یه موبایل میخواد منم الان نمیتونم براش بخرم. چند تا به رفقام زنگ زدم، اینا هم عوضی که با معرفتی بکنن روی آدم زمین نندازن، بدتر کردن، حالمون رو گرفتن. نمیدونم دیگه، اینه به مسئله. نداره با تو ناراحت نکن. بابای صحبت میکردی بهش گفتی مثلا یه چند وقت دیگه بهش گفتم دیگه، تمام این برنامه‌ها رو گفتم. بعد گفته هر دفعه بهت گفتی چند وقت دیگه. گفتم بابا خب مقدور نبوده، اگه جور باشه که برات ردیفش میکنم، نیاز نیست به این اون رو بندازم.
من به خاطر تو رو انداختم به این و اون آخه. این درستش بیا تو ببرم تو شیکر رفیقم قصی میتونی بگیری، قصی بگیری مثلا. الان دیگه همه قصی دارن میگیرن، شرایط یه جوری شده قصی. اون نظر لطفته. میتونم این کارو بسازم. حالا اگر میتونی لطفی قصی بکنی پرداخت کنی. چرا بالاخره اگر دیگه چاره ندارم، اگر اینجوری بشه راه حلی پیدا بشه خیلی ممنون ازت میشم، واقعا خیلی خوشحال میشم ازت. بار اول واسه این ناراحت بودی؟ آره برای همین گرفتم. زنگ بزن به دخترت به گوشش میگیری، قصه نخوره، دست درد نکنه، دست گلت درد نکنه. واقعا خیلی فکرمو یه خورده راحت کردی. آروم شدی؟ آره یه خورده دست گلت درد نکنه. واقعا قربون تو برم، فدات بشم. دست درد نکنه. در کل خوب بود. چالش اولو خیلی باحال رفتی، خوشم اومد. قربون تو. امیدوارم که بیننده هم خوششون بیاد. زهرا نظر تو چی بود؟ نظر منم خیلی مثبت بود دیگه. به هر حال اولین ویدیوی بلندمونه. آره دیگه، من که اولین بار، من که خودم اولین بار دارم دیگه. اگه کم و کسری بود، چیزی کم یا زیاد بود، دیگه به بزرگی خودتون ببخشید و امیدوارم که لذت ببرید. حالا بریم واسه چالش دوم. دادا فکر کن که توی دستشویی بعد یهو میره وسط کار، وسط کاری که خود میدونی، تو اون موقع خودتی با چی؟ با اداره برق و شیر دستشویی و دستشویی تاریک. درست. چی میگی؟ تو اون موقعیت خودتو قرار بده، چی کار میکنی، چه چیزایی میگی بدون سانسور صحبت. بابا دستشویی کردم، دستشویی بزرگ کردم، همه کار کردم، آب نیست، فلان نیست، این برنامه ها نیست، من همینجا موندم. الان چیکار بکنم؟ بابا من الان ریدم، دستشویی کردم بزرگ، نمیدونم الان میخوام کونمو نمیدونم با چی پاک بکنم. با دست خالیم که نمیتونم کونمو پاک کنم. کونمو با برگ کنم، با سنگ کون نشستم، کون گویی کونمو بشورم، پاک بکنم، یا یه سنگ گیر بیارم کونمو بشورم، خودمو بشورم، تمیز کنم، تا از این بلا تکلیف در بیام. دیگه چیکار کنم؟ بهتر از این کاری از دستم بر نمیاد. این تنها راه منه. شلوارم بکشم بالا، الان که اعصابم خراب، ریدنم هم که تموم شد، بلندشم شلوارم بکشم بالا و پشم برم از ناراحتی اقلا یه سیگار روشن بکنم. بابا این کار دیگه نمیتونم بکنم. دادا چالش سوم اینو ما نوشتیم، زهرا نوشته توی تکنولوژیامون. تکنولوژی نمیدونم معلومه همین که رفته بودیم باش خرید خوشت آره. میومد. الان چند تا جمله بهت میگم، جمله رو باید بگی با حالت احساسی متفاوت. یعنی مثلا چی؟ مثلا میگی امشب عروسی دعوتم، این جمله رو ولی باید با حالت عصبانی این جمله رو بگی. امشب که عروسی دعوت داری، میدونی؟ آره. میخوام مثلا اون فیست و اون قیافتی که داری چیز میکنی ببینم چه جوری میشه. یا مثلا لباس ندارم برای پوشیدن، خوشحال بگو لباس ندارم بپوشم، خوشحال ولی بگی. در صورتی که مثلا لباس نداشتن ناراحتیه دیگه. آره. مثلا پول ندارم کادو بخرم. حالا از اول جمله اول رو من بهت میگم، آماده ای؟ آره. حالا باید بگی امشب عروسی دعوتم، حالت عصبانی. بعد شانسی ما امشب عروسی دعوتم، نمیدونم چیکار کنم. عروسی هم دعوت کردن دیگه، موندم. نه این دیگه رفتی به اون، نه فقط همین جمله رو بگه دادا. خب همین جمله رو باید بگی فقط. بده من دادا، فقط همین جمله رو بگو. امشب عروسی دعوتم با حالت عصبانی. امشب هم که عروسی دعوتم بابا، نمیدونم. حالا جمله دوم با حالت خوشحالی بگو. نداره، لباس ندارم برای پوشیدن، چیکار کنم دیگه؟ خیلی هم خوشحالم. عروسیه دیگه، باید برم دیگه. حالا جمله سوم رو با حالت بی احساسی بگو، یعنی خنثای خنثا. دیگه چیکارش کنم؟ پول ندارم کادو بگیرم یا کدا ببرم، اشکالی نداره دیگه، شده دیگه، پیش اومده، واسه یه فکری به حالش بکنم. پولیه دیگه، وقتم نداره. حالا محصولات پوستی و لوازم آرایشی باید بخرم با حالت غمگین بگو. نداره، اینم بدشانسی ماست. محصولات آرایشی هم باید بخریم. دادا الان داری یه حالت میگی. نه دادا اینجا تا الان یه حالت گفتی. الان بی احساس شو. بی احساس نه، پول ندارم کادو بخرم، بی احساس بگو. آخه این موقعیتش ایجاد نمیکنه که منم الان پول ندارم که محصولات نمیدونم آرایشی از من میخوام. حالتا تغییر نمیکنه. چرا دیگه؟ من همینه دارم میگم دیگه. الان مثلا وایسا یه بار دیگه. ببین دادا، محصولات پوستی و لوازم آرایشی باید بخرم حالت غمگین. محصولات پوستی و لوازم آرایشی باید بخرم. خب حالا مثلا پول ندارم کادو بخرم، بی احساس. نه پولم که ندارم.
حالا مثلا خوشحال لباس ندارم برای پوشیدن، اینجوری باید ریاکشنا رو بگیری. دو تاشو بگو ببینم میتونی بگی خود اضافه نکنی، همونی که ما گفتیم به قرآن نمیتونه. شما که عروسی دعوت داریم. لباس ندارم بپوشم پوشیدن ندارم، کادو ببرم چیکارش کنم شده دیگه. محصولات آرایشی باید بگیرم دیگه انجامش میدم دیگه، چیکارش کنم. خوبه. می جالبش چیه؟ تو 2 تا میمیک خوشحال میشه دیگه نمیتونه ناراحت بشه، بره تو غمگین عصبانی خوشحال دیگه نمیتونه بره. خیلی باحالی، چون همیشه خوشحاله نمیتونه. این نتونستم بخونم دیگه. آره همین اصلا میخوندی درست میرم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد، خیلی باحال بود دادا، با هم دیگه خندیدیم، تست بازیگری باحالی انجام دادیم. انشالله که ویدیوهای بعدی بهتر باشه. خیلی خوشحالم. مرسی ازتون، خدا نگهدار. خدافظ. لایک و ساب یادتون نره.